بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن البراء بن عازم قال: كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. رواه أبو داود. و حکم حدیث هم صحیحند. یک حدیثی که بیانگر یک مسئله مهمیند، یک مسئله برای ما توضیح داد که ای در منطقه ما زیادند، باز ما گندند که ایهن آیا صاحبان باغ و دی باغا دلگوش بیند، باغا حفظ کنند، یا صاحبان مال آیا که حیوان و مالی هستند و دی مالا بدارند میلند که مردمان باغ رفت. ایه برای ما توضیح داد. برا بن عازب گوشید که منا یک اشتری است ضرر دیو کیه، مردمان باغا داخل بیده، مردمان کشاری وارته و یک بری یکی باغا داخل بید. ای خبر پن رسول الله صلی الله علیه و سلم آرگ بید. الله رسول قضاوت کرد که روچا صاحبان باغ و دی باغا دلگوش بیند، میلند مردمان اشتار، مردمان حیوان داخل بند. بچیا که روچا حیوان چرق وحدین، حیوان چرند و شفا که استراحت وقتند، مردم استراحت کنند، صاحبان مال آهی که حیوانی هستند آهو دی مالا بدارید، میلی که مردمان باغا خسارت داد. و اگر شفا یکی حیوان شد یکی باغی وارد، ای صاحب حیوان زامنن که صاحب باغ حقا بداد. و مسئله مهمی که در منطقه ما بسیار زیاده ایه که اشتردار شفا اشتری مرگند، ما سال اشتری مرگند، اصلا خیالی نیستن که آیا اشتری هستن و مردمان مال به سبب کوتاهی ایهی از دست روگن، مردمان جرند از دست روگن. بسیاری از مردم، بسیاری از پدومات غمگینند چوک ودی از دست آدگن به کوتاهی همه مردمان. بسیاری جنین جنوزون بیگین، بسیاری چوک یتیم بیگین که ایه مردمان مال مرگن، جادان سرا مردم شبکوان جادان حفاظت نیستن و ایهانی به سبب ایهانی مالا ای مردم ای خسارتون گندگند. پس از الله بترسین درباره مردمان حقا، مردمان مالا، مردمان خونا، چون موی که به سبب ما مردم